خیلی خوب، اگه بتونی به من ثابت کنی که میتونی با اون قالیچه پرواز کنی، اون وقت من دیگه کاری ندارم. هر جا که دلت بخواد میتونی بری. اصلا بنداز برو ما. ولی اگه این قالیچه از جاش بلند نشه، اون وقت میشه شاگرد خیاط. موافقی؟ باشه قبوله. معلوم نیست جلو و عقب این قالیچه کدومه. هر دو طرفش یه شکله. برعکس گذاشتنش کار ساده ای نیست. بذار این طرفش امتحان کنیم. پرواز کن قالیچه. پرواز کن قالیچه. پرواز کن. پرواز کن. پرواز کن. چرا پرواز نمی کنی؟ آخه تو چت شده، پرواز کن دیگه. کار نمی کنه. منظور فازا از برعکس چی بود؟ باید این قالیچه رو برعکس کنم یا اینکه رایا داری چی کار میکنی؟ میخوای چیزی به من بگی؟ داری میگی؟ خب منظورت چیه؟ تو داری برعکس را میری. تو میگی من باید برعکس حرف بزنم؟ خیلی خوب، امتحانش میکنی. فکر خوبیه. آفرین به تو رایا. خب پرواز کن قالیچه. میشه پرواز کن قالیچه. میشه هیچی لغ نکسابر. ببخشید خانم فرش، رفتارم باهات کمی خشن بود. یه بار دیگه امتحان میکنم. هیچی لغ نکسابر. درست شد، کار میکنه. رایا تو یه نابغه ای. ببین فاسا، من یاد گرفتم شدم قهرمان برعکس حرف زدن. واقعا عالیه. اما راه پتو رو چجوری پیدا کنم؟ خب تو باید اجازه بده ببینم. بذار خود فرش راهو پیدا کنه و پرواز کن به سمت خورشید. الماستو پیدا میکنم. قول میدم. آفرین پسرم، به قالیچه اعتماد کن. خداحافظ بابا، من دارم میرم به پتو. خداحافظ پسرم. خداحافظ مامان. واقعا میخوایی بی‌نگران نباش، برمیگردم. خب حالا دیگه اجازه داره بره. اما مراقب خودت باش. تو چطور رایا؟ آماده ای؟ خب حالا همگی آماده باشیم برای پرواز. اونجا رو ببین رایا، اونجا رو
وای گنبد طلایی. وای. آها اونجا باید پتو باشه. بیا بریم رایا. وای